با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز محترم. رفتیم دنبال ریحانه خانم، پیداش نکردیم. بعد پرسیدیم فهمیدیم که حالش بده و بیا بردنش بیمارستان. نظرم وقت ضایع کنش. اما من برای یه خورده شیرینی چی برسونم بریم استراحت. من تا پیشش می‌نه یه استراحت. بریم شیرینی برسونیم بریم تر ریحانه خانم. سلام. خسته نبود. خوبی؟ سلامتی؟ زحمت چه نوع سال کنست؟ آبدار دید قربونت. کلمه شما اصلا نکن. چقدر شد؟ 400 آبدار دید خواهش 13.84. فرصت درده بشید دست در نکنه. ممنون. خوش آمدید به دیاره. سلام. خداحافظ. برای تا پیش ریحانه خانم ری حالش طوره مخوام داخل شهر یا زمانی که من برم از جایشون پیداش نکردم. برم انشاءالله حالش خوب. پیش کنم ورودیش اون سمت. نه ریحانه خانم تیپینه. باید ماشین خاموش کنیم. ما من داخل ولی به هیچ وجه فیلم برداری نکنیم. ما اجازه فیلم برداری کنیم برای من ریحانه خانم حال است. سلام علیکم. ریحانه خانم سلام. خوبی؟ دنیا ما بتد؟ خدایش بچه او بردید بچه او مید مبارک شد. بهتری خود؟ ها بد نیست چند دیران درد خوب انشاءالله. من نگران تو بیام. سزارین چی آمد؟ نه سزارین با
سهر داریم میرینی فکر ها خیلی درد آراز حالش خوبی؟ نقید آراز؟ یکی پرس چون که تیک همسایه ده خب ناشم گفتم دم خیلی شد دردشم خاطره به صبح من بچه ورده بنا یه بند خوره روی باشم اسمش نیسه اسمش انتخاب نشد نه میخوام متجوز نارم میتونه اون فیلم میگیرم اگر بجرنا گوش نمیسونم ها ممنون بگیرم بیرون هم باید چی دوام بود بگه فیلم نجه حراست خوب انشالله اصلا من با احساسی چیشان اسم نه سرخو رفت خب گوشی نقدی کنم چیه یا حراست نیامو بسونش باش مادم خدا شکر من خیلی دومات تو جنشتم خبرم برام آراز باشم برم اون آرازه برن تخوان از صبحان سیتو باش خدا حافظ بیمارستان خارج رو بیم نه ریانه حالش خوبی خوشبختانه حال بچش هم خوبی ما بابرن تا داخل مده بچش که همسایه بابرن تا آراز و حواس آراز و اگر تلسان سو آراز بیارم آبون ماشی باید بعد دقیقا اونم راز تو همسایه چی کنم که همسایه هم بابرم فقط پرسیدو کنم که هنگی همسایه نمیدون ما کلش مجدوری کنیم بعد از مرخصیش بعد از یه سال مرتبی اومدیم تاشی رفتیم هرم داخل اون روستا و داغر باش ما آراز بود